خوش اومدی. امروز اومدیم با چالش شانسی جعبه. همینجور که داریم میبینین ما 3 تا لیوان داریم با 3 تا نی که تخم مرغ تخم مرغ داریم، آب داریم، بریزیم، نوشابه، لیمو هم داریم و شیر هم داریم که میاریم. میتونیم ترکیبی هم بعضی وقتا بزنیم. پس با ما باشی. Let's go. خب بچه الان نوبت منه. حتی رفته اون اتاق تا من اینا رو بچینم. اول از همه ما این را میریزیم. برای اول یکم دیگه چیز میکنیم. اول از همه اینو میریزیم. این واسه ریختنش. آب یکم میریزیم. آب بعدش بچه حتی باید چشش ببنده بیاد چون که اینا معدوم میشه و چششو ببنده بیاد. بیام. نه بعدش اگه هم خواستی بیای چشتو ببند. باش. خب بچه ارسلان. بله من کاغذ گذاشتم روی چشم. باش. اوکی بچه یه کاغذ بذاریم میاد. فکر کنم خودتون شنیده باشی چون که به تا میکروفون بسته. خیلی خب اینم از آبلیمو. اینم سراغ چی؟ نه بچه بریم سراغ یه چیز خفن. اونم ای خدا من بگم عطا بیاد و بریم. بچه من بین این 3 تا خب ارغوان داره آب بود. اگه نگاه کنی اگه یادتون رفته ببینید چی انتخاب کرد. آب انتخاب. خب قشنگ شیره رو انتخاب می‌کردم. چرا شیر؟ خیلی خوبه. میتونی اینا رو الان جاهاشون رو عوض کنی. الان تو برو اتاقت. من به تو سخت. بچه من برم تو اتاق. الان نوبت عطایی. بچه ما میریم حیات. خیلی خوب میشه و اینو میزنیم. حالا میریم از سلاحی بچه این گذاشتیم و بریم میذاریم کنار بسا همین میذاریم همینجا. خب بچه بریم چشمند رو بیار بریم. شروع شد. خب اوکی یکیشو باید انتخاب کنی برای من. چوشه که نمیدونن نگاه. اصلا معلوم نی بچه چی. بخور چرا رفت تو؟ بگی تو. بخور دیگه. بخور ارسلان. منم یه چیزی تخم گذاشتی یا نه؟ واقعا تخم گذاشتی یا نه؟ آقا برو بس. ارسلان ببین ای گذاشتی بگی. ارسلان بس بخور. بخور بچه گذاشتی یا نه؟ دروغ نگین لطفا. آقا خب مگه تو آیتم میذاشتی من مثلا گذاشتی یا نه؟ به من ربطی نداره. میتونی بپرسی. نه اونجا نگاه نکن. معلوم نیست. داداش بخور دیگه. یا حسین بریم واسه وسطی. بخور. چرا دلت تعمیره؟ بخور. همین خوب. بخور دیگه نه نخور. الان بخور. نمیتونم چی. بخور.
کردی. خب بچه ها نوبت منه، من میخوام انتقام رو بگیرم. انتخاب کردی؟ نه. تیراندوز حسن تموم شد. بیام. آره وایسا بچه من برم عطا رو بیارم. خب بچه بریم نوبت عطا. من باید که اینا رو انتخاب کنم و من دوست ندارم اینو انتخاب کنم، وسطی انتخاب. چه خوشم. اینو همینجا میذاریم. اینو وسط اینجا میذاریم. عوضش کنم. نه همین بریم همون با خودش. خب الان قطع کن. خب بچه ها من الان اومدم. ای بخور داداش. بخور. ارسلان مونده چی برداره. ببین هر کدوم خواستی بخور. من کاری بازم خیلی بد تمام شد. یکم آب بخورم آب بدنم کم نشه. وسطی هم بخور. نه ریختش. خب بچه ها الان نوبت منه. همون چیزی ایده ها نوبت نمیشه. پولی نه دست بیام. نه نه یا بریم. خب وایسا من این وسطیه رو کنم. یه دقیقه بیا. خدایا کدوم انتخاب کنم. خوردی؟ ای خواهی تشکیلی. خیلی خوب میشه. اینجا رو میبینید و حل بریم پیشتر. آره خب بچه اما من چرا استرس میگیرم؟ داشت سلام. نگاه نکن. نگاه نکن. نگاه کردی؟ نه بخور. اینو نمیخورم. برای من مشکل نداره. همینو میخورم. به من رفته اینو نمیخورم. اینو میخورم. آره همینه. اصلا پایین. اصلا اما چیزی نمیدونم. بخور. چرا میبری یقم؟
اون لیوانه رو بگیر بالا، لیوانه رو بگیر بالا. تخم مرغ نیست، تخم مرغ نیست. باشه. دیدی؟ زدی. دیر اومد حالا، دیر اومد. آقا حالی میخوریم یا آقا حسین؟ نمیخوره. یا لیوانو. چشم. خب بچه ها ممنون که تا اینجا ویدیو دیدید. من خیلی شانس بدی دارم چون که 2 بار به من تخم مرغ افتاد و یه بهشون 2 بار آب و یه نشید. به منم یه بار بکنم آب افتاد. نه آره آب افتاد. آب افتاد. خب بچه ها با ما باشید تا ویدیوی بعد. خدا نگهدار.